سلام دوستان، امروز میخوایم براتون آموزش بدیم چطوری توی ماینکرافت رعد و برق بسازیم. اول میرین تو همون بیستون، ای بابا چرا اینقدر دیر میاد؟ یه دونه ابزرور میذاریم، یه ابزرور دیگه هم پشتش. حالا اینو از اینجا تا اینجا میاریم، بعدش میذاریم اینجا. یه دونه لور اینجا، بعدش اینو میزنیم میاریم اینجا رو میکنیم. بعدش یه دونه استیکی پیستون میذاریم، روش یه دونه لایتینگ رود میذاریم. روی لایتینگ رود حواستون باشه روی ترایدنت چنلینگ رو بذارید. اول باید هوا رو به بارونی تبدیل کنیم.